در بدن هم درد بازی میکند. گفته بازنویسان در نماز بسیار خمیازه میکشی، چی سبب باشد داملا؟ و این درد قریب من نمیدونم، شاید اگر گویم که از 50% زیاد مردم هم به همین درد گرفتار هستند. چی هست این سببش و چگونه میتوانند که از این دور باشند؟ این دردی معنوی روحی هست، یعنی این دردی طبیبی نیست. و به مناسبت همین سوال یک وقتی به نزد ما یک معلمی آمد، گفت که زنگ زد اول که من میخواهم که شما را رقیه خوانید. گفت اون صحبتی که در بابت رقیه خانها کمتر نصیحت کردیم که بسیاری وقت خود را با جین گپ زدن نگذارانید و بیشتر قرائت کنید، دعا کنید. اینو بعضی گفتن که شما به رقیه خانها بخیلی کردید، یا گفتن که کنی شما یک رقیه خوانید و جین ها برآید. گفته الحمدلله ما او از سالهای خیلی باز مردم بسیار می آیند در همین از جایگاه های خواب ما بیدار میکردن، با واسطه پدر و مادر ما می آمدن، با واسطه یار و دوستا. من نمیخواستم مثلا یا مشغول هستم لیکن التماس میکردن. این یک درد جامعه بود. ما خیلی وقت به مردم رقیه خواندیم. خلاصه همین برادر زنگ زد که من بسیار بیماری دارم و داملا یا مرا رقیه خوانید. بعد گفتم خیلی نماز عصر بیاید. گفت که من نماز عصر چشمم نمیبیند. گفت نماز پیشین میتونم رفته. هر دوشم نباشد روز است. ببینید هر دوشم روز است. در پیشین در نماز عصر هم آفتاب هست، لیکن گفت که در نماز عصر چشمم نمیبیند، در پیشین میبیند. گفتم خیلی خیر باشد بیایید در نماز پیشین. آمدن. بعد سبحان الله اون کس خیلی کلان سال بودن، 50 ساله بودم به فکرم. میگم من ایامی که 25 ساله بودم، وقتی که دانشگاه ختم کردم آمدم و معلم تعیین شدم در یکی از مکتب‌های شهر کنی بودم. وقتی که از مکتب برا آمدم میگم از داخل یک هاوس یک سگ سیاه به طرفم هجوم کرد. میگم یعنی به طرفم هجوم کرد. مثلا وقتی که مسافه نزدیک شد همین سگ مبادل به 2 شپرک شد. میگم به 2 شپرک شد و هر دوش آمده به 2 چشمم در آمد. یکتش به چشمی راستم، یکتش به چشمی چپم. این آدم آدمی کمونیست است، به الله تعالی باور ندارد. من این از پیش خودم نگویم، میگم آدمی فند نگوید. با یه آدمی که یعنی کمونیست است، در زمان شوروی مکتب خوانده است و دانشگاه تمام کرده است و معلمی مکتبی زمان شوروی بود. این واقعه هم در زمان شوروی شده است. نماز نمیخواند و پیش شما رقیه خوانی آمد. الکی اون وقتا نماز میخوان، چون که در نزد دیگر رقیه خوان ها رفتگی است، دیگر داملاها توصیه دادگی هستند که شما باید نماز خوانید. نماز میخوانه، لیکن اون وقتی که جین در آمد یعنی ببینید همین آدم اتئیست، همین آدم کمونیست. وقتی که از مکتب میبراید سگ از داخل حوض سگ سیاه میبرد به طرفش هجوم میکند. این نقل خودی همون آدم است، سرشوی بیماری. بعد اون سگ مبادل به 2 شپرک میشد و پریده آمده به چشمش میدراید. از همون روز اعتبارا چشمش درد دارد. این آدم تقریبا 25 سال فقط به طبیب چشم مراجعت کردگی است. ببینید خودش مثلا حادثه را دیده است که مسئله یعنی اگر مثلا یک اوستا باشد در حالتی بریدن یک آهن یا در حالتی بریدن یک سنگ، یا پاره از آهن یا پاره از سنگ اگر پریده به چشمش در آمده باشد، میلی میگفتیم به طبیب چشم مراجعت کند. با میگوید که این پرنده همین شپرک نماز عصر شود قناتاش میکشاد. میگوید من از همون پسی قناتاش میبینم. میگوید یعنی خیره میبینم، اما در روز شود همون قناتاش میکشاد. میگوید من میرم. اون شپرکی که در چشم بود داملا او از چشم بیرون شد، او توانستید با خواندن رقیه بیرون کنید؟ نه، بعضی مثلا
اینه بینید که بعضی علمایی که مشغول با جن بودند، یعنی بسیار در ساحه جن علمی زیاد داشتند. حالا بعضی میگن که ما باید کیهان رویم، علم کیهان آموزیم، مردم به کیهان برآمدن، شما حالی هم استنجای و جن نگو. جن در خانه تان زندگی میکنند، در حاجت خانه های همه تان جن هست. جن آمده طعامتان میدزدد، میخورد، برکه طعام متون میبردارد، به شما خلل میرساند. همین خمیازه ها، همین مشکلی ها، وسوسه هایی که میخواهید نماز خوانید، نکی میگوید که کمتر حال تلفن بازی کن، اینترنت بازی کن، میگفته که چیز در داخلتان هست. برای چی درباره و علم نمی‌آموزید؟ که کیهان چه میکنه؟ شما اول علم خودتون آموزید، فرضهای خودتون، بعد مایلی به کیهان روید آخر. خلاصه یعنی این عالم ها ذکر کردند که جن وقتی که به بدن انسان می درآید، اگر در اولین روز اگر قرائت کنید به یک آسانی می براید. بله با بعضی انسان های رقیه خواندیم که کافر بودند. کافر بودند به معنی که من مسلمان میگن مسجد حقارت میکنن، قرآن حقارت میکنن، جنت و دوزخ نیست میگن که من مسلمان میگن، یعنی کافر. مسلمان گفته اونو تاجیک میفهمن. فهمیده؟ یعنی که همین خیلی آدم ها بودن آورده شدن. سبحان الله. شبانه از بالای یک کانال میگذارد که یک آدم میبیند مانند سفیدار قدش. او گپی نقل خودش از نقل من نه، نقل یک آدمی که قرآن حقارت میکند، جنت حقارت میکند، دوزخ حقارت میکند، شریعت حقارت میکند، مولای بعد میبیند. نقل من نه، نقل خودش. شبانه همراه سگش بود، همراه سگش میگذرد، یک آدم میبیند قدش مانند سفیدار، میترسد و سگش هم ترسیده. یک آواز نالش گویا که کسی سگش زده است، به زیر پاش همین پناه میجوید. خودش هم سحر خیس است، لباش سفید شده است. یا بعضی ها وقتی که میترسند قاشاش یک طرف میبره، چشماش یک طرف میبره، لباش یک طرف دیگه کشال میشد. چیزی دروغ نیست کو. همین آدم ها آوردن، انیخترش من بردن، چون که خانه هاش هم جای زده شکست است، هیچ کس قبول ندارد. رفتیم در یک کن، چون که دین شب در آمدگی است جن. همین که با برابری چند دقیقه خواندن جنش بر آمد، گپ زد. اول پدر و مادرش شناساش حیران شدن که این چه خیل فرزندی ما دیگر خیل گپای گفته ایستاد، از نامش دیگر میگفت. خلاصه بر آمد. وقتی که جن 25 سال در داخل یک آدم کلام میشد، این عالم گفته بود که برای من این گفت مانند یک مثلا یک ریسمان در یک نیحال میبندیم، در یک درختی خورد. درخت 10 سال 15 سال وقتی که کلام میشد، همون ریسمان یا ارغمچینی که بسته بودیم در داخل درخت باقی ماند. آیا ما میتونیم همین روز همون براریم؟ همین نمیتونیم مگر درخت ویران کنیم. یعنی در این حالت ها وزنی میشد، یگانه راهش به قتل رسانیدن جن. جن برآورده نمیشد، جن کشته میشد. فقط جن اگر اجلش که رسید و به قرائت شما اگر هلاک شد، بله همین بسیار آدم ها جن میکشن، میسوزانن. و در این باره شیخ الاسلام هم گپ زدن که جن های بیهوده مثلا سوزاندن، بیهوده کشتن، ظلم نکنید. گفتن اگر به جن ظلم نکنید، جن کافر است یا ظالم است، لیکن به هر حال ما وظیفه دار هستیم که به کافر هم ظلم نکنیم. عدالت این است که مثلا نصیحت، وعظ، پند و نصیحت، قرائت قرآن میگوید که برو من به تو مهلت میتیم که از بدن این برو، مقصد اگر نبر آمدی یا ضرر کی رسانیدی، بعد من تو رو میسوزونم، مثلا میکشم. این وعده ها رو بعد دهد، یکی یک باره به قتل نرساند میگه. خلاصه این است که آدم وقتی که در نماز خمیازه میکشد و در غیر نماز نه، در قرائت قرآن خمیازه میکشد و در غیر
نماز در غیر قرائت قرآن نه. امری معروف میشنود خمیازش میبید خوبش میبید، موسیقی گوش میکند خمیازه ندارد. این از شیطان است. اصلا خمیازه از شیطان است. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم هر چقدر میدونید دهان خود را محکم کنید، خواه با دست باشد خواه با یعنی که لبو دندان. دوا دارد نه همین. البته هر یک درد دوا دارد. اینا گفتیم و چگونه نه همین درد را از خود دور میکنند. یکی از تبابت های عام در این باره دعا هست. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم گرفتار سحر شدن دعا کردن، سپس دعا کردن، سپس دعا کردن، سپس دعا کردن، یک کلمه رو تکرارا دعا کردن میگیرید. یا مراتبه یک دل و نادلان به قول مردم ما یک دو دهن دعا نمیکنه، با صدق دل الحاح میکنه. یکی از آداب دعا الحاح، یعنی تکرار به تکرار از الله تعالی پرسیدن میگیرید، ملال نمییابید از دعا. حتی فایده دعا و ثواب این دعایی که میکنید از آن ضرری که از همون جن دیدید بزرگتر میشد، هم در دنیا هم در آخرت، چون که دعا خودش توحید است. لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. حضرت یونس در وزنین ترین حالت به همین دعا مراجعت کردن که توحید است. یکی از یعنی که تبابت های عام و بسیار دردها هست. لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. غیر تو دیگر معبودی بر حق نیست، دیگر الهی حقیقی نیست. من از جمله شخصیت های ظالم شدم. اعتراف به گناه، یعنی من گناه کردم که امروز به این حالت رسیدم. لا اله الا انت سبحانك، تو پاک هستی، تو عیب نداری، تو کمبودی نداری، دینی تو کمبودی ندارد. اگر یگان بنده مسلمان گناه کند، یگان بنده مسلمان خطا کند، عیب دینی تو نیست. لا اله الا انت سبحانك، تو پاک هستی از تمام صفاتهای بد، صفاتهای پست، صفاتهای کمبودی تو پاک هستی. انی کنت من الظالمین، من از جمله ظالم ها شدم. ما دعا بها مکروب قط فی شیء الا استجیب له. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه شخصی مکروب، شخصی که به مشقت گرفتار شده است، به بلا گرفتار شده است، اگر دعای حضرت یونس کند نجات میبرد، چون که الله تعالی وعده داد فنجیناه من الغم، ما یونس را نجات دادیم و کذالک ننجی المؤمنین، همین گونه مؤمن ها را هم نجات میدیم. این بلایی که به سر یونس فرا آمده بود بزرگتر از این بلا، به همین دعا نجات یافتن. لیکن با دیگه شرط های هم دارد، چون که پیشتر هم ذکر الله تعالی میکردن. حضرت یونس پیش از مصیبت هم بسیار ذکر کننده بودن. وقتی که مصیبت به سرشان آمد، وقتی که یه جمله گفتن الله تعالی اجابت کرد. یکی از سبب این که شما علاج ها و دعاها به شما تیز فایده دهد، تبابتش تیز نتیجه دهد، پیشتر صالح بودن شما. افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا. الله تعالی در سوره سجده میگه که آن آدمی که پیشتر صالح بود مگر برابری آن شخصی که پیشتر فاسق بود؟ البته برابر نیستند. یعنی که این دیگر پهلوهای زیاد دارد.